از جایی شروع میکنم که تصمیم گرفتم ولاگ ضبط کنم که شب بود. رفتم نودل درست کردم با قارچ و پنیر که خیلی هم خوشمزه شد و نشستم به کارام رسیدم. همونطور که میبینید طبق معمول پشت میزم دارم کارامو میکنم که اکثر اوقات در طول روز من توی این وضعیت هستم. صبح شد و با زور سعی کردم که از خواب بیدار شم، ولی خب به امید قهوه همیشه از خواب بیدار میشم. صبح رفتم آیس کافی درست کردم. هنوز احساس میکنم یکم جا داریم واسه آیس کافی خوردن تا هنوز خیلی هوا سرد نشده. البته اینی که دارم درست میکنم ترکیب مورد علاقمه شکلات سفید با اسپرسو، شیر و یخ که میشه همون آیس وایت موکا. از صابونمو برداشتم و رفتم پشت میزم، آماده شدم که کارمو شروع کنم. احساس میکنم بزرگترین چالش هم این روزا متمرکز موندنه توی کار انجام دادن، چون خیلی حواسم پرت میشه، مخصوصا به اینستاگرام و فضای مجازی. ولاگ ضبط کردن یه جورایی باعث میشه که من بهترین خودم باشم و سعی کنم که همونطور که میبینید کارامو انجام بدم، از زیر کار در نرم. بخاطر به نظرم بهونه خیلی خوبیه واسه اینکه منم بتونم فعالتر باشم. اینم یه ویو دیگه از اتاقمه که میبینید و این منم توی آینه و نوری که افتاده دیگه خیلی هم جذابه و دوستش دارم. اینم نمای دورتر از میز کارم. البته یکی از چیزایی که خیلی بهم انگیزه میده واسه درس خوندن و کار کردن اسپاتیفایه، یعنی پلیلیست هایی که میذارم مخصوص کار کردن، مخصوصا اونایی که بی کلامن، باعث میشن که اصلا حواسم پرت نشه. و یه نمای دیگه میبینید از پولارویدام که دور آینم زدم و خیلی دوستشون دارم. اینم یه عصرونه جذاب که امریکانو با ویفر شکلاتی. صبح روز بعدم که آیس کافی خوردم دیگه. اینم از آیس کافی و تخم مرغ و رایس کیک. بعدم آماده شدم که برم ناخنامو درست کنم. ببخشید که حول روی در روی خورده به هم ریخته است، اصلا حواسم نبود وقتی که داشتم فیلم میگرفتم. من موهامو وقتی که خیسه یا لوسیون مو میزنم یا کرم مو و میبافمه، چون که موهام حالت داره وقتی سشوار میکشم خیلی بد میشه. که ضد آفتاب و تینت و اینجور چیزا هم زدم و رفتم آرایشگاه. البته ناخنه پامو میخواستم درست کنم و نه ناخنه دستمو، که نتیجه خیلی خوشگل شد. و برگشتم خونه، غروب بود و ریسه ها رو روشن کردم و نشستم پای ادامه کار. چیزی که این روزا خیلی توجهمو جلب کرده تفاوت بین انگیزه و دیسیپلینه. ما معمولا دنبال انگیزه داشتن میگردیم در طول روز، یعنی دنبال یه چیزی هستیم که بهمون انگیزه بده واسه اینکه بتونیم کار کنیم و به اهدافمون برسیم. ولی چیزی که واقعا نیاز داریم دیسیپلینه. دیسیپلین هم اینجوریه که شما بدون هیچ بهونه‌ای باید بشین و اون کار انجام بدید و منم چالش این روزام دقیقاً همینه. سعی می‌کنم که باهاش کنار بیام. صبح روز بعدم که صبحونم این بود و اینم پایین ولاگ.